خب دوستان عزیز، اول شبهه رو با هم گوش میکنیم، از اون انشاءالله جوابش رو میدیم. حالا میان رشوه‌خوری این آقا چقدر جالب. سوره مجادله آیه 12 یا ایها الذین آمنو، ای مردانی که ایمان آورده. اینجا مردان گفته تنها، ای مردانی که بعضی کسا ترجمه میکنه ای کسانی که ایمان آورده. دوستان عزیز، واژه الذین مربوط مردها میشه، ضمیر جمع مرد است در زبان عربی. اللاتی باز ضمیر مؤنث جمع است. این را باید داشته باشید، نمیگه یا ایها اللاتی، میگه یا ایها الذین. با مردها آمده این کتاب، همیشه در هر جای گفته بجز یا ایها الناس. البته ایها الناس هم اسلام که زنها را انسان نمیدونه، ایها الناس هم با مردها خطاب شده، این را متوجه باشین. اما در یک تعداد آیات قرآن آمده که والمؤمنات والمؤمنات آمده، و طور مثال قانتات آمده و نمیفهم فلان بهمان آمده. این موضوع جدا است، برای در اون آیات زنها را هم مورد خطاب خودش قرار داده، مؤمنین مؤمنات، هم مرد هم زن. اما در کل قرآن برای مردها آمده، چون یا ایها الذین آمنوا آمده. خب در این آیت گفته ای کسانی که، خب این شبهه‌ای است که قبل از این انسان بی سواد و جاهل کسان دیگری هم در طول تاریخ اینو مطرح کردن که واقعا نشان دهنده حماقت و جهالت این ملحدین است. من در اولین برنامه‌ای که به این شبهات پاسخ دادم خدمت شما عزیزان عرض کردم که بی خدایان بی عقل، اینها اگر عقل و شعور و دانش و سواد می داشتن خدا را باور نمی شدن، اگر عقل می داشتن شعور می داشتن ملحد نمی شدن، بیدین نمی شدن. به هر صورت این یک شبهه‌ای است که ایشون مطرح میکنه، قبل از ایشون اشخاص دیگری هم مطرح کردن. عموما انسان هایی که از ادبیات عربی و ادبیات قرآن و از دین آگاهی ندارن این شبهات رو مطرح میکنن و طوری مطرح میکنن، طوری عقل به جانب شبهه مطرح میکنن که طبیعتا انسان هایی که آگاهی ندارن میگن که والا داره راست میگه دیگه، این قرآن میگه که این قرآن همش برای مردها نازل شده. اونجایی هم که یا ایها الناس گفته دیگه قرآن که زنها رو انسان حساب نمیکنه. پس این قرآن چون که همه جا گفته که یا ایها الذین آمنو، اینجا چون خطاب مذکر جمع است پس این قرآن خطابش به مرد هاست و به زن ها نیست. این یک شبهه عمومی است. همونطوری که عرض کردم هدف ما آگاهی رسانی و بیدار کردن جوان ها است که به علمشون به اطلاعاتشون بیفزایند. اما اینها انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینها رو بترسانی یا نترسانی، به اینها بگی یا نگی، اینا ایمان نمیآورن. الان مثلا ما این شبهه را که مییم با دلایل قاطع پاسخ میدیم، آیا فردا میاد میگه که بله ببخشید من اشتباه کردم؟ نه، دوباره میاد همین چیزا رو نشخوار میکنه. اولئک کالانعام بل هم اضل. الله سبحانه و تعالی میگه که اینها مانند چارپایان هستن، بلکه از چارپایان هم گمراه تر هستن. خب اولا دوستان عزیز، قرآن کریم به زبان عربی نازل شده. اینکه چرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شده این یک شبهه دیگری است که اینها مطرح میکنن که انشالله این برنامه جاش نیست. هفته آینده به اذن الله تعالی در شروع برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا قرآن کریم به زبان عربی نازل شد، چرا به یک زبان دیگری نازل نشد، و دلایل علمی و منطقی و ادبی در این مورد انشالله داریم که در هفته آینده خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. اما الله سبحانه و تعالی در سوره شعراء آیه 195 می‌فرماید که قرآن کریم به لسان عربی مبین، به زبان عربی مبین و آشکار الله سبحانه و تعالی این قرآن را نازل کرده. چرا به زبان عربی نازل کرده؟ چون که از جمله غنیترین و قویترین زبانهای دنیا که هیچ زبان دیگری در بین زبانهای دنیا مانند زبان عربی نیست. مفردات زبان عربی تقریبا چیزی در حدود بین 12 تا 13 میلیون است. تصور بکنید 12 الی 13 میلیون کلمات هست و مفردات هست در زبان عربی که این بدون تکرار. اگر با کلمات مکررش حساب بکنید چیزی در حدود 25 میلیون مفردات داره زبان عربی.
در حالی که بقیه زبان ها به 1 میلیون هم نمیرسه مفرداتش و کلماتش، که اونم خیلیاش کلماتی است که از زبانهای دیگر استعاره گرفته شده و به طور مثال در زبان انگلیسی خیلی کلماتی هست که ریشه عربی داره یا از زبانهای دیگر گرفته شده. یک نمونهش و مثال براتون بیارم. مثلا ما میگیم که در انگلیسی کلمه است به نام کور. مثلا میگه که برای موبایلم یک کور گرفتم. کور که در انگلیسی مطرح میشه، این کلمه از ریشه این کلمه کفر است یا از ریشه کفر گرفته شده. کلمه عربی است که در عربی کفره یعنی پوشاند، یعنی حق رو پوشاند. ما کفره پوشاندن یک چیزی رو، پوشاندن حق رو در عربی بهش میگن کفر الحق. حتی به کشاورز میگن کفر، یعنی یا کافر، به خاطر اینکه دانه رو در زیر زمین میپوشانه. مثل این کلمات زیادی است در زبان عربی که انشاءالله در برنامه خاصی در این مورد صحبت خواهیم کرد. به خاطر همین قرآن کریم به زبان عربی نازل شده و هر زبانی، خاصتا زبان عربی که خیلی از جمله مشکل ترین زبانهای دنیا هست، از نگاه گرامر، از نگاه به اصطلاح دستور زبان، هر زبانی برای خودش یک دستوری داره، یک به اصطلاح گرامر خاصی داره. از قواعد زبان عربی این است وقتی که خطاب به یک جمعی باشه که در اونجا مذکر و مؤنث باشه، همیشه خطاب مذکر میشه. مثلا 100 تا مرد هست و 100 تا زن هست در یک جایی، یا 50 تا مرد از 60 تا زن است، یک جمعی هستن که زن و مرد هستن. وقتی که ما میگیم که اونهایی که آنجا هستند، در اینجا خطاب مذکر استفاده میشه. اینو تقلیب بهش میگن در قواعد زبان عربی. مثلا میگیم اولئک الذین، کسانی که در آنجا هستن. الذین این صیغه جمع مذکر هست که برای مرد استفاده میشه، اما وقتی یک جمعی که شامل مذکر و مؤنث باشه، در اینجا صیغه جمع مذکر به اونها خطاب میشه. مثلا ما در قرآن کریم داریم که یا ایها الناس، ای انسان ها. هر انسان عاقلی که مرض نداشته باشه میدونه که در اینجا یا ایها الناس یعنی همه انسان ها که شامل زن و مرد میشه. مثلا در قرآن کریم میگه یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. خب در اینجا هم مرد شامل میشه و هم زن شامل میشه. و یا ایها الذین آمنو، وقتی در هر آیه‌ای که در قرآن کریم یا ایها الذین آمنو هست، طبق قواعد زبان عربی که این آدم جاهل و نادان و احمق نمیدانه، اینجا خطاب چی است؟ به همه مؤمنینی که شامل مرد و زن میشه. بعد یعنی در قرآن کریم نمیشه که اینطوری در قواعد زبان عربی جدا از قرآن نمیشه که مثلا به یک جمعی که در اونجا زن و مرد است به اونا بگن یا ایها الذین و یا ایها اللاتی. یعنی این به اصطلاح مخالف قواعد زبان عربی است و قرآن کریم به زبان عربی نازل شده. این از جمله لوازم بلاغت و صرف و نحو و دستور و گرامر زبان عربی است. و همه انسان ها و همه انسان هایی که عاقل باشن، عقل و شعور داشته باشن، میدونن که الله سبحانه و تعالی کتاب های آسمانی رو برای مرد و زن و جن و انس و برای موجوداتی که مخاطب قرآن کریم هستن نازل کرده. بعد الله سبحانه و تعالی مثلا میگه که یا ایها الذین آمنو، یا همیشه در قرآن کریم حرف ندا است و آگاهی دادن، صدا کردن، ندا کردن. مثلا میگیم یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین. عموما ترجمه دقیقش این است که ای مؤمنین. ترجمه دقیقش این است که ای مؤمنین. وقتی که برای نماز
جمعه صدا داده شد، ندا داده شد، پس بدوید و شتاب کنید و سعی کنید به طرف ذکر الله سبحانه و تعالی و ذر البیع و بگذارید خرید و فروش را. این خطاب شامل مرد هست و شامل زن هست و همه مؤمنین مخاطب این آیه قرآن کریم است. مثلا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ای مؤمنان الله سبحانه و تعالی فرض کرده برای شما چی رو؟ روزه را. در همه کتاب‌های اسلامی شما بگردید در هیچ جای نگفته که مخاطب این آیه فقط مردها هستند، چون که دستور زبان عربی این است که هر جایی که خطاب به جمعی از مذکر و مؤنث باشه و زن و مرد باشه در اونجا صیغه جمع مذکر استفاده میشه. مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که در سوره تحریم آیه 12 و مریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين. در اینجا خطاب به کی است؟ منظور این آیه کی است؟ و مریم دختر عمران که زن پاکدامنی بود و ما در او دمیدیم از روح خود. او آیات الله سبحانه و تعالی را تصدیق کرد و کتاب الله سبحانه و تعالی را تصدیق کرد. و کانت اینجا کی است؟ این خطاب به یک مؤنث است. کانت نمیگه کانه، کانه خطاب به مرد است، کانت خطاب به زن است. من القانتین، چرا در اینجا نگفته و کانت من القانتات؟ چون که قانتین جمعی از مردان و زنان مؤمن هستند که مخاطب این آیه قرار میگیرند که مریم علیها السلام جزئی از آنهاست. به خاطر همین در اینجا قانتات نمیگه، قانتین میگه. این دستور زبان عربی است، این گرامر زبان عربی است. در آیه دیگه مثلا در سوره یوسف اعرض عن هذا، ای یوسف رو بگردان از این. عزیز مصر وقتی خطاب میکنه به یوسف و خطاب به زنش چی میگه؟ به زلیخا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین. در اینجا نگفته انکی کنتی من الخاطئات، چون که خطاکاران، گناهکاران شامل مرد و زن میشه. به خاطر همین خطاب در اینجا طبق دستور زبان عربی، طبق گرامر زبان عربی در اینجا انکی کنتی من الخاطئین، خطاب جمع به اصطلاح مذکر که در اینجا استفاده شده به خاطر چی است؟ چون که در بین خاطئین، خطاکاران و گناهکاران مردها و زنها شامل هستند. این دستور زبان عربی است. وقتی یک ملحدی، یک خداناباور احمقی که از علم و آگاهی اطلاعی نداره و نمیفهمه، دیگه شما با چه زبانی باید اون رو بفهمانید؟ به خاطر همین زن عزیز که زلیخا باشه در اینجا میگه که خاطئین. چرا نمیگه خاطئات؟ چون که گناهکاران شامل مرد و زن میشه. و در بعضی از جاها در قرآن کریم خطابهای ویژه‌ای وجود داره. مثلا در جایی میگه که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، همه است، شامل همه است، مرد و زن. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. مردانی از مردان دیگر، قومی از قوم دیگر، در اینجا قوم شامل مرد و زن هست. تمسخر نکنن، استهزا نکنن. شاید که اونایی که شما مسخره میکنید از شما بهتر است، چون بیشتر مسخره کنندگان طبقه زنها هستند و این یک چیز طبیعی و اجتماعی است در جامعه. این تحقیر زن نیست. در اینجا یک خطاب ویژه و خاص میگه ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. و زنهای از شما زنهای دیگری رو نیان در اینجا مسخره نکنه، شاید اون زنهایی رو که مسخره میکنند از شما بهتر باشد. وانگهی در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 35 در اینجا خیلی واضح و آشکار بیان میکند که ان المسلمین و المسلمات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. گوساله سامری میگه قرآن که زنها رو اصلا انسان حساب نمیکنه، در حالی که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه ان المسلمین و المسلمات،
مردان مسلمان و زنان مسلمان. والمؤمنین والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. والقانتین والقانتات، مردان قانت و زنان قانت. والصادقین والصادقات، مردان صادق و زنان صادق. والصابرین والصابرات، مردان صبور و زنان صبور. والخاشعین والخاشعات، مردانی که به اصطلاح اهل خشوع و فروتنی هستند و همچنین زنهایی که اهل خشوع و فروتنی هستند. والمتصدقین والمتصدقات، و زنانی که صدقه میدن و مردانی که صدقه میدن. والصائمین والصائمات، مردانی که روزه دار هستند و زنانی که روزه دار هستند. ببینید در آیه قبلا قرائت کردم خدمتون، الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنین بر شما روزه فرض شده. یا ایها الذین آمنوا اگر خطاب فقط به مردها می بود، خود دیگه در اینجا و صائمین و صائمات معنی نداشت که مردان روزه دار و زنان روزه دار. که انه الله سبحانه و تعالی میدونسته که یک نطفه های حرامی در آخر الزمان پیدا میشن که همچین شبهات احمقانه ای رو مطرح میکنن. بعد الله سبحانه و تعالی میاد این آیه رو هم به خاطر ساکت کردن همچین انسانهای جاهل و احمقی بیان میکنن. والحافظین فروجهم والحافظات، و مردانی که به اصطلاح پاک دامن هستند و زنانی که پاک دامن هستند. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، و مردانی که ذکرگو هستند و زنانی که ذکرگو. عد الله لهم، ببینید اینجا عد، وقتی که الان خطاب جمع برای مرد و زن شد، خطاب جمع مؤنث میشه. عد الله لهم، نگفت عد الله لهم و لهن، میگه عد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله سبحانه و تعالی به این جمع مردان و زنانی که دارای این صفات باشن، برای اینها مغفرت و اجر بزرگی رو در نظر گرفته. این دستور یک زبان است، این گرامر یک زبان است. اما یک انسان احمقی که نمیفهمه دیگه تقصیر ما چی است در اینجا؟ به طور مثال در قرآن کریم ما همچین آیات زیادی داریم که اگر یک گروهی ذکر بشن، آیا گروه دیگری وجود آنها منتفی میشه از این چیز؟ نه. مثلا ما در سوره احزاب داریم و اذ اخذنا من نبیین میثاقا و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. در اینجا بقیه پیامبران ذکر نشدن. در آیه 163 سوره نساء الله سبحانه و تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدی و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. در اینجا تعدادی از پیامبران ذکر شده، تعداد دیگری ذکر نشده. این اصطلاح رو در ادبیات زبان عربی میگن که عطف خاص علی العام، یعنی 2 3 4 5 تا ذکر میشه به شکل خاص، اما چی است؟ این عطف میشه بر چی؟ بر عام. و الله سبحانه و تعالی، یعنی همه ما مسلمان ها میدانیم که وقتی که الله سبحانه و تعالی میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، در اینجا خطاب به مرد و زن هست، خطاب به همه. یعنی یک زنی اگر رفت نماز جمعه خواند، در هیچ یک از کتب فقهی مسلمان ها شیعه و سنی در این جایی نگفته که وقتی که یک زنی رفت نماز جمعه خواند با جمع مسلمان ها در مسجد، بعد بیاد تو خونه نماز ظهرش رو هم یک بار دیگه بخونه، چون که این خطاب فقط برای مردها بود. مگر انسان جاهل کسی دیگری این حرف رو نمیزنه. بر صورت ما در قرآن کریم تقریبا میتونیم بگیم 3 نوع خطاب داریم. خطاب اول که هست، این خطاب فقط برای مردان است. بعضی از احکام دین هست، بعضی از احکام شرع است که فقط برای مردان است. مثلا در آیه نمونه ذکر میکنم به خاطر اینکه وقت برنامه گرفته نشه. آیه 221 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میفرماد که ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. این خطاب در اینجا مثلا خطاب خاص برای مرداست. ولا تنكحوا المشركات، شما ای مردان مؤمن با زنهای مشرک ازدواج نکنید.
بعد در ادامه آیه خطاب خاص برای زنها است. ولا تنکحوا المشرکین، ای زنهای مؤمن شما با مردان مشرک ازدواج نکنید. گاهی اوقات آیاتی است که جزئی از آیت یا کامل یک آیت خطاب به مرد است، گاهی اوقات خطاب به زن است. مثلا آیه‌ای داریم که خاص و ویژه برای کی است؟ برای زن هاست. سوره احزاب آیه 53 و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. این آیه موجه و خاص برای زنها است. یعنی الله سبحانه و تعالی میگه که وقتی شما از زنها چیزی رو میخواهید از پشت حجاب بخواید. یعنی چی؟ ای زن مسلمان وقتی که با یک مرد نامحرمی که به اصطلاح از خویشان نزدیک تو از محارم تو نیست روبرو میشی، باید حجاب داشته باشی، اگر که او از پشت در باید چیزی رو از تو بخواد. یعنی چی؟ یعنی با مردان نامحرم داد و ستد نداشته باشید الا در هنگام ضرورت. و در سوره احزاب آیه 33 خطاب خاص و ویژه برای کی است؟ برای زنها است. و اقمنا الصلاة و اتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله. این خطاب خاص و ویژه برای کی است؟ برای زنها است. خطاب دیگر در قرآن کریم خطاب برای زن و مرد است. مثلا در اونجا یا بنی آدم یا ایها الذین آمنو یا ایها الانسان. مثلا وقتی که میگه که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا، همه مفسرین، همه علما و همه کسانی که با زبان عربی آشنا باشند میدونن که در اینجا خطاب به جمعی از مردان و زنان است که مخاطب این آیه هستند که احکام جماعی چه برای مرد و چه برای زن در اینجا بیان میشد. یعنی خلاف بلاغت و دستور زبان است که الله سبحانه و تعالی بگه یا ایها الذین آمنو و یا ایتها اللاتی آمن. زشت است. یعنی این به اصطلاح زبان رو یک نوع اون شیواییش رو، اون بیانش رو، اون زیباییش رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. به خاطر همین دستور زبان عربی قبل از قرآن و بعد از قرآن و در قرآن این است که وقتی جمعی از مرد و زن در یک جایی باشن یا ایها الذین آمنو، از مؤمنین این گونه با اونها چیز میشه، برخورد میشه، که این بدون شک به اصطلاح از بلاغت و فصاحت زبان عربی است. و همه عرب ها، حتی مثلا عرب های مسیحی، عرب هایی که یهودیایی که عربی صحبت بکنن، کفاری که بت پرستان باشن، اصلا ملحدین عرب وقتی که بخوان صحبت بکنن، همین دستور زبانی رو که قرآن کریم استفاده کرده همین رو استفاده میکنن. مثلا یک ملحد عرب هیچ وقت نمیاد به یک جمعی که در اونجا زن و مرد باشه یک خطاب خاص برای مرد، یک خطاب خاص برای زنها، یک خطاب خاص برای مردان. نه، همین یا ایها الذین جاءوا یا ایها الذین فعلوا کذا، این رو به اصطلاح یک ملحد عرب هم همینطور خطاب میکنه، چون این دستور زبان عربی است، ربطی به اسلام و ربطی به قرآن نداره. مفسرین قرآن کریم مثلا شیخ محمد امین شنقیطی در تفسیر اضواء البیان جلد 6 صفحه 637 میگه که وقد اجمع اهل لسان العربی، اجماع به اصطلاح متخصصین زبان عربی بر این است که على تغلیب الذکور على الاناث فی الجموع و نحوها کما هو معلوم فی محله. وقتی که جمعی از مردان و زنان مخاطب باشند در اینجا صیغه چی است؟ تغلیب ذکور. یعنی چی؟ صیغه جمع مذکر استفاده میشه. و یکی از علمای مثلا میشه گفت پایه‌گذار علم نحو و یکی از کسانی که اولین کتاب در دستور زبان عربی رو تدوین کرد بر اساس آنچه که در بین عرب مشهور بود، به نام سیبوی رحمت الله علیه، که اصلش هم فارسی است. اینم خیلی جالب است. اصلش فارسی است، از ایران امروز هست
کتابی داره به نام الکتاب، کتابی داره به نام الکتاب که دستور زبان عربی رو در اینجا تدوین کرده. در جلد 1 صفحه 22 میگه که وعلم، بدان که ان المذکر اخف علیهم من المؤنث، در نزد اعراب قبل از اسلام و بعد از اسلام و در اسلام صیغه جمع مذکر استفاده کردن خفیفتر است، آسانتر است بر آنها از مؤنث. و هو اشد تمکنا، و این تمکین بیشتر دارد. و انما یخرج التأنیث من التذکیر الا ترى ان الشیء یقع على كل ما اخبر عنه من قبل ان یعلم اذکر هو او انثى و شیء ذکر. مثلا میگه شیء، به هر چیزی که قبل از این که جنسیتش، ماهیتش که مذکر است یا مؤنث است معلوم بشه، به اون میگن شیء. شیء خودش، این کلمه شیء خودش چی است؟ مذکر است. همین مطلب رو هم از خود کتاب سیبوی خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کتاب، نام کتابم الکتاب است دوستان، اگر نشون بدن الکتاب، متوفای سال 180 هجری است. همین مطلبی رو که خدمت شما عزیزان بیان کردم، فکر کنم اینجا در صفحه 22 دیده بودم. بله، در اینجا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُذَكَّرَ أَخَفُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُؤَنَّثِ. این عادت عرب هست و چون قرآن کریم به زبان عربی نازل شده، این گونه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. بر صورت این در مورد این شبهه‌ای بود که این آقا مطرح میکنه که در قرآن کریم این قرآن خطاب فقط برای مردها است، چون یا ایها الذین آمنو گفته خطاب به مذکر جمع است و اینجا زنها داخل نمیشن، که این برگرفته شده از حماقت، جهالت و نادانی یک ملحد خدا ناباور است که الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنه.